سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که احوالتون خوب باشه. الناس هستم، کارشناس مامایی از شهرستان چایپاره با بیش از 12 سال سابقه در حوزه بهداشت و درمان. امروز میخوام درباره موضوعی صحبت کنم که خیلی نگرانش هستن، اما شاید درست نفهمیدنش یا توی ذهنشون سوالات زیادی داشته باشن. موضوع اصلی ما موضوع HIV یا همون ایدز هستش. ممکنه شما یا یکی از اطرافیانتون درباره این بیماری شنیده باشین و نگرانی هایی مثل آیا از طریق بغل کردن یا دست دادن منتقل میشه؟ این بیماری چقدر خطرناکه؟ آیا درمان داره؟ چطور میتونم خودم و خانوادم رو محافظت کنم؟ اگه این سوالها براتون پیش اومده، جای درستی اومدید. توی این ویدیو همه این سوالها رو با هم جواب میدیم و اطلاعات درست و علمی اما ساده و قابل فهم براتون میارم. اول از همه باید بدونیم اصلا HIV چیه؟ چطور باعث بیماری ایدز میشه؟ HIV یه ویروسی هستش که به سیستم ایمنی بدن حمله میکنه. باعث میشه بدن نتونه خوب با بیماری و عفونت‌ها مقابله کنه. وقتی این ویروس کنترل نشه، میتونه به ایدز تبدیل بشه. یعنی مرحله‌ای که سیستم ایمنی خیلی ضعیف شده و بدن خیلی آسیب پذیره. خیلی مهمه که بدونیم این ویروس چطوری منتقل میشه تا بتونیم ازش جلوگیری کنیم. HIV فقط از راه‌های مشخصی منتقل میشه، مثل رابطه جنسی محافظت نشده با فرد مبتلا، تماس مستقیم با خون فرد مبتلا مثل استفاده مشترک سرنگ، انتقال از مادر به کودک در دوران بارداری، زایمان یا شیردهی. اما خیالتون راحت باشه، HIV از طریق تماس‌های روزمره مثل دست دادن، بغل کردن، استفاده از دستشویی مشترک یا حتی نفس کشیدن کنار فرد مبتلا منتقل نمیشه. وقتی HIV وارد بدن میشه، اولین مرحله‌ای که میگیم مرحله هات یا همون مرحله اولیه هستش. ممکنه علائمی مثل تب، سردرد، خستگی، گلودرد و درد عضلانی داشته باشید که شبیه یک سرماخوردگی ساده است. بعد از این ویروس وارد مرحله نهفتگی میشه که میتونه سالها بدون علامت باقی بمونه. این یعنی ویروس تو بدن فعال هست و به سلولهای ایمنی آسیب میزنه، اما شما ممکنه هیچ علایمی نداشته باشید. با گذشت زمان اگر درمان نشه، سیستم ایمنی ضعیفتر میشه و بیماری به مرحله ایدز میرسه که با علائم جدی مثل عفونت‌های مکرر، کاهش وزن زیاد و خستگی شدید خودش رو نشون میده. راه تشخیصی HIV خیلی ساده است. آزمایش خون رایگانی که در مراکز بهداشتی انجام میشه و خیلی هم دقیق هست. آزمایش دادن هیچ دردسری نداره و خیلی مهمه. اگه احتمال دادید در معرض خطر بودید، سریع آزمایش بدید. تشخیص زودهنگام باعث میشه درمان سریعتر شروع بشه و زندگی سالمتر و طولانی‌تری داشته باشید. خبر خوب این که درمان‌های ضد ویروسی هم وجود داره که میتونه ویروس رو خیلی خوب کنترل کنه و از پیشرفت بیماری جلوگیری کنه. این درمان‌ها هم به صورت رایگان در دسترس هستن
و باعث میشن فرد مبتلا بتونه زندگی عادی و سالمی رو داشته باشه و حتی ویروس رو به دیگران منتقل نکنه. برای اینکه خودتون رو محافظت کنید این نکات رو جدی بگیرید. همیشه در رابطه جنسی از کاندوم استفاده کنید. از سرنگ‌های تمیز و شخصی استفاده کنید. اگه باردار هستید یا قصد بارداری دارید حتما آزمایش HIV برید و در صورت مثبت بودن تحت نظر پزشکتون باشید. به دنبال آموزش و اطلاعات درست باشید و نذارید ترس و نگرانی جلوی آگاهی شما رو بگیره. ایدز فقط یک بیماری نیست، بلکه تأثیرات اجتماعی و روانی زیادی هم داره. افرادی که به HIV مبتلا میشن نیاز به حمایت و درک از طرف خانواده و جامعه دارن. بهتره با آگاهی و مهربانی به هم دیگه کمک کنیم و از ترس و قضاوت بیجا پرهیز کنیم. اگه سوالی دارید یا میخواد بیشتر بدونید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. در ویدیوهای بعدی درباره درمان، مراقبت های روزانه و پاسخ به سوالات شما صحبت میکنیم. ممنون که با من همراه بودید. حتما این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا همه آگاه تر بشن و مراقب سلامتیتون باشید.